گفت با خانومم رفتیم مشهد امام رضا 4-5 روز. تو این 4-5 روز که مشهد بودیم هر روز بهش میگفتم بیا بریم زیارت، میگفت فردا، درگیر خرید و بازار و این حرفا. فرداها گذشت و روز آخر برگشت شد، بهش گفتم یه بارم زیارت امام رضا نرفتی. گفت سری بعدی ان شاءالله. سوار ماشین شدیم برگردیم شهرمون، رد شدیم از خیابونی که منتهی میشد به گنبد طلایی. خانمم برگشت سمت گنبد، به امام رضا گفت ما رفتیم، به ما مشهد خوش گذشت. خدا. طبق معمول از شهر که خارج شدم تو جاده خوابش برد. نزدیک نیشابور بودم، 10-15 کیلومتر 20 کیلومتر. دیدم مضطرب و پریشون از خواب پرید. گفت کجاییم؟ گفتم که نزدیک نیشابور. گفت برگرد مشهد. گفتم حالت خوبه؟ ما 2 ساعت از مشهد دور شدیم. گفت برگرد حرم امام رضا. گفتم بابا یه هفته مشهد بریم یه بارم خواب زده شدی؟ گفت چشمامو بستم دیدم تو صحن و سرای علی ابن موسی رضا یه جا خیلی شلوغ بود، خادم و زائر. نزدیک شدم به خاطر کنجکاوی از مردم پرسیدم چه خبره؟ گفتن خادما دارن اسم زائرها رو می‌نویسن. گفتم خب چی میشه؟ گفت برات رهایی از آتش دوزخ. هر کی ظاهر باشه بدنش آتش نمیسوزونه. دلم یه لحظه شکست، همین تو خودم. یه فردم یه آقای لابلای خادما منو نشون داد به یکی از خدام، گفت اسم ایشونم بنویس. خادم گفت یه هفته مشهد بوده یه بار زیارت نیومده. آقا فرمود اسمشو بنویس. مهمان شهر ما که بوده نبوده؟ ندیدی موقع رفتن با من خداحافظی کرد، به من گفت مشهد خوش گذشته. الان میخواین اسمتون جزو ظاهرا بنویسن؟ تو دلت بگو ما هر وقت اومدیم مشهد به ما خوش گذشته.